سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم خدمت شما تفریق اعداد اعشاری به روش شکل. اولین کاری که میکنم میبینم که نوشته 2 3/10 منهای 1 و 1/10. واحد اون دهمه. یه شکل واحد من براش باید بکشم. این خطی میکشم، یه دونه مستطیل قبلش، اینو من به 10 قسمت تقسیم میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 تا خط بکشم به 10 قسمت تقسیم شه بچه‌ها. این آزمون‌های تیزشون از این از شما میپرسن. خب حالا اولی رو بزرگتره رو میکشم. 2 واحد و 3/10. درسته؟ 2 واحد کامل 3/10 هم میکشم. این بچه 2 واحد کامل و 3/10. حالا میتونم رنگشم بکنم یا هاشور بزنم که من نشون بدم این 2 واحد کامل و 3/10. درسته؟ حالا گفته یه واحد و 1/10 کم کن. آقا روش ضرب‌در بزن. این یه واحد، اینم 1/10. به راحتی شما الان نشون دادی که این از این هست. حالا بعضی میان برای اینکه کار راحت تر بشه میان اینجا یه فلش میزنن، اینجا هم میکشن شکل نهایی رو. یه واحد کامل و 2/10. یه واحد کامل و 2/10. شما شکل نهایی مثلا اینجوری شکل نهایی. این بچه کفایت میکنه. حالا شما میخوای شکل نهایی هم بنویسی که کار تکمیل تر باشه، این مدلی هم میتونی حل بکنی. پس میایم اول واحدمون رو میکشیم، چون 10 قسمت 2 واحد کامل و 3/10 کشیدیم، یه واحد و 1/10 ازش کم کردیم، شکل نهایی هم اینور کشیدیم. شما تونستی به راحتی این سوال رو حل بکنی. موفق و مؤید باشید.